Оламафрӯз минбари занони муваффақу соҳибтаҷриба. Оламафрӯз муаррифии бонувони соҳибистеъдоду соҳибзавқ, обрӯманду боирода. Оламафрӯз тақдим аз радиои Фарҳанг. سامعانی عزیز، یادآور می‌شویم که از سال 1977 همساله 18 می روز بین‌المللی آثارخانه‌ها محسوب می‌شود. آثارخانه تاریخ زنده هر یک خلق و ملت به شمار می‌رود. در آثارخانه تاریخ و فرهنگ، رسم و آیین و عرف و عادت حفظ کرده می‌شود. خلق تاجیک دارای تاریخ و فرهنگی بای و غنی می‌باشد و از این رو نه تنها در پایتخت کشور بلکه در هر یک شهر و نواحی آن آثارخانه تاریخی ارزی وجود دارد. این ساعت در برنامه‌مان از فعالیت بانوی موفق، کارمند علمی مؤسسه دولتی آثارخانه جمهوریوی تاریخی و کشورشناسی به نام ابو عبدالله رودکی شهر پنجکند زیبنیسا پولات و قصه خواهیم کرد که در این درگاه با نفوذ ادای وظیفه نموده در پیشبرد سیاست فرهنگی جمهوری تاجیکستان در سمت جلب قشرهای گوناگون جامعه به آثارخانه معرفی تاریخ نیاگان نقشی بارز دارد. حالا این صحبت را پیشنهاد شما می نماییم. البته آثارخانه ما سال 1958 حضور تطبیقی استاد رودکی درهای خود را برای تماشاگران باز نموده است. در نزد آثارخانه از سال 2000 شروع علمی تأسیس داده شده است که نامزد علمی باستانشناسی رضا قاسم رحمت الله قربان و مدیر شعبه و کارمندان علمی مؤسسه شامل هیئت عامه باشند. در این نهاد علمی کنسپت آثارخانه، نقشه‌های موضوعی، نمایش‌های آثارخانه‌ای، نقشه‌های کاری مؤسسه و شعبه‌ها، رساله و مقاله‌های علمی کارمندان، راجع به پهلوهای مختلف آثارخانه‌داری، معروضه‌ها آثار معرفی و بازشناسی آثار مدنی در رسم باستان، پنجکند قدیم، دوره سامانیان، دوران حاکمیت شوروی در تاجیکستان، زمان استقلال و کشورشناسی موضوعی قرار داده شده برای انتشار در مطبوعات و نشریه اخبار آثارخانه تصدیق می‌شوند. با تصدیق مؤسسه دولتی آثارخانه ملی تاجیکستان از 29 آگوست سال 2022 تا 15 سپتامبر سال 2022 در مؤسسه دولتی آثارخانه جمهوری تاریخی کشورشناسی به نام ابو عبدالله رودکی شکل خودی نمایش تاجیکستان کشور دریاهای سوم برگزار گردید. در نمایش جدا از 100 عدد اصلی تاریخی متعلق به حضور 4 تا میلاد و دوره به دوره تا به اصل 2 میلادی به معرض گذاشته شده بودند که مهمانان وطنی و خارجی باید سکون سلامت خاصه از آن دیدن نمودند. سال 2008 به افتخار جشن 1150 سالگی استاد رودکی تشریف پیشوای ملت سرور فرهنگ پرور تاجیکان محترم امام علی رحمان هنگام تجلیل جشن به آثارخانه به مردم و کارمندان روح و الهام تازه بخشید. از آثارخانه نمایشگاه‌های آن دیدن کردن سرور دولت این یک واقعه تاریخی و فرح‌بخش بود و تأثیرات خویش را در کتاب خاطرات نیز ثبت کردند. آثارخانه ما از 8 تالار نمایش عبارت است. تالار سرعدم باستان، پنجکند قدیم، تالار دوره سامانیان، تالار داریم در دوره فعالیت حاصل سالار اساتید ساز تاجیک ابو عبدالله رودکی، تالاری در دوره عرف و عادت مردم تاجیک، تالار مردم شناسی، تالار دوره شوروی، تالار معاصر دوره استقلالیت و تالار طبیعت. زیبنیسا پولات و مکتب میانه را با بهای اعلی ختم نموده چون به تاریخ و فرهنگ دلبستگی زیاد داشت دنبال عملی گردیدن آرزوی دیرینش راه گرفت و بعد ختم دانشگاه به حیث کارمند علمی در آثارخانه جمهوریوی تاریخی و کشورشناسی به نام ابو عبدالله رودکی شهر پنجکند به فعالیت شروع نمود.
برای موفق شدن در کار خود راه دشوار و پرپیچ‌وتابی را در این جاده باید طی نمود. چنین میگوید زیبونیسا پولاتوه. وقتی که در مکتب میانه تحصیل میکردم و به آثارخانه برای تماشا میرفتم، برای من بسیار شگفت‌آور بود. آن اشیاهایی که در نمایشگاه‌های آثارخانه به نمایش گذاشته شده بودند و من کنجکاوانه این آثارخانه را سوارباران میکردم تا که به سوالهایم جواب گیرم. و در نزد خود مقصد گذاشتم که اگر توان شوم البته در آثارخانه کار میکنم. خوشبختانه همینطور هم شد و در این درگاه مقدس فعالیت کاریم را آغاز. میندار از سابق راهبری آن آثارخانه برخواست میباشم که جهانبینی مرا نسبت آثارخانه و آثارخانه شناسی وسیع کردند. کسب خود را خیلی دوست می‌دارم و در آینده هم پیش‌بینی نمایم که به این کسب خود سزاوار باشم. زنان و بانوان در برابر کار و فعالیت در زندگی نیز مسئولیت‌های خود را دارند. پیش از همه در تربیت درست فرزندان تلاش می‌ورزند. به دنیا آوردن، تربیت و به کمال رسانیدن فرزندان را زیبونیسا رسالتی ازلی زنان می‌داند. من در عائله کارگر به دنیا من پدر و مادرم همیشه کوشش می‌نمودند که فرزندان به آبرو برسانند. والدینم صادق‌دار مهنت هستند. خواهر و برادرانم در ساحه‌های گوناگون کار فعالیت می‌نمایند. عائله‌دار هستم، صاحب 3 فرزندان دوست‌دار می‌باشم. یک دختر و پسر. در برابر زن مبارز بودن فعالیت مؤسسه یا تشکیلات وقت را سپری می‌کند. اما وقتی که انسان کسب خود را دوست می‌دارد، حرکت می‌کند که در هر دو جایگاه موفق باشد. هم وظیفه مادری‌اش را به صورت آورد و هم رسالت کسبی‌اش را. این مایا مادری مهربان باشند و فرزندان خود را برای وطن‌دوستی، خویشتن‌شناسی و میهن‌پرستی تربیت نمایند. البته عائله‌ای که پایه‌اش به محبت اساس است، عائله خوشبخت. زن کیست؟ زن مادری من، مادری تو، مادری عام است. زن شربتی هر معرکه و کاسه جام است. به زن چی بود زندگی و زیست در عالم؟ زن حسن زمین، حسن سما، حسن زمان است. بخشیده به روز بین المللی آثارخانه ها که همه سال 18 می دایر می گردد، در آثارخانه جمهوریوی و تاریخی کشورشناسی به نام ابا عبدالله رودکی شهر پنجکن چی چهاره‌بینی و نمایشنامه ها تشکیل و گذرانیده می شود؟ کمی هردمی ما که همچون روز بین المللی آثارخانه ها در بسیار از کشورهای جهان قید کرده می شود و آثارخانه به نام رودکی نیز تصمیم گرفته است که تحت عنوان آثارخانه استواری و دستاوردها یک چهاره‌بینی ها تشکیل نماید. یکی از این چهاره‌بینی ها کنفرانس علمی و این جشن روز بین المللی آثارخانه ها که تحت عنوان آثارخانه استواری و دستاوردها با اشتراک نمایندگان مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکن، نمایندگان کمیته اجرایی حزب خلق دموکراسی تاجیکستان، کارمندان آثارخانه و همچنین یک آزمون در این تصویرگری سیمای قهرمان خلق تاجیک از روی اثر تاجیکان بوداجان و فاروق که از نمایش‌های مصوره‌هایی که رسامان جوان مکتب صنعتی بچگانه شهر پنجکن و آزمون مذکور اشتراک می‌نمایند. چنین چهاره‌بینی‌ها را در نظر گرفتیم. که برای مناسب استفاده برده تمام کارمندان آثارخانه‌ها را با این مناسبت تبریک می‌نمایم و کار فعالیتشان موفقیت‌ها تمام. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از روزهای نخستین دوره صاحب استقلالی به نیروی زنان و دختران همچون قشر اساسی جامعه تکیه نموده مسئله تقویت سهم آنها را در حیات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مملکت
توسط تربیه کادرهای بلند اختصاص از حساب زنان و دختران لیاقتمند، فعال و تشبثکار و جلب آنها به فعالیت در تشکیلات و مقامات دولتی در محور سیاست اجتماعی دولتی قرار داده است. زنان و بانوان تاجیک در برابر کار و فعالیت در کارخانه‌های دولتی با طبیعت لطیف، با شرم و حیای شرقیانه، مهر و محبت مادرانه و رفتار و گفتار پینداری نیک خود همیشه نمونه می باشند. ما به این بانوی موفق و کاردان و با معرفت، زیبینیسا پولاد و سلامتی خانه آبادی و در فعالیت پرمسئولیتشان موفقیت تمنا داریم. بگذار همیشه آفتاب مهر و محبت خاندان این بانوی تاجیک را منور سازد. شنوندگان عزیز، شما برنامه عالم افروز را از موج رادیوی فرهنگ در پیشنهاد کارگردان موجی گل یوسف و مسئول برنامه مغفرت ظریفی شنیدید. تا برنامه دیگر شاد و موفق باشید. سینو سالی زن بکس دوسیدن از آداب نیست. سینو سالی خش را گفتن بزن باز نیست. سینو سالی خش را گفتن بزن باز نیست. زن است و در همه حالت شدن میماندم. زن است و در همه حالت شدن میماندم. این معمایست که حاجت و پرس و پاس نیست. این معمایست که حاجت و پرس و پاس نیست. این معمایست که حاجت و پرس و پاس نیست. در مبای ما پشت در سر روشنی در دیده بینای ما. زن نباشد نیست در روی زمین نقشی حیات. دون که بزن تا ابد در گل بماند پای ما. دون که بزن تا ابد در گل بماند پای ما. بیرقی بالای سر کن نامیزن. صبر با بی زفر با خطی زر کن نامیزن تا آسمان بردار در بالای کم. مشعلی تابنده چون شمس و قمر کن نامیزن. مشعلی
تابنده چون شمس و قمر کن نامیزن مشعلی تابنده چون شمس و قمر